آقا بریم بر روزمرگی روز دوم. 2 ثانیه صبر کن، 2 ثانیه. وقتی خود درونگرایی و کدنویسی و تمرکز میخوای ولی با یه برونگرا، چون مجبوری که همکار بشی، چون که فروشت وابسته به اینه و دیگه واقعا رد میدی. امروز روز کاری خوبی بود، همچنان 800 تومن امروز زیریم و برعکس الان آروم نمیگی گیره. و خلاصه این که امروزمون یه تعداد مشتری خدمات رسوندیم، لپتاپایی که داشتیم رو جمع کردیم که ما بالاخره بتونیم پروسه فروش رو شروع کنیم. حتی فروش پیامکی رو شروع کردیم، پیامکی رو اوکی کردیم، ولی خیلی کار داریم و تقریبا هر روزمون از صبح زود تا شب اینجاییم تا این پروسه تموم بشه به تارگتی که میخوایم برسیم که خیلی سخته ولی داریم تلاشمون رو میکنیم.